گاهی وقتا پیش میاد برای من توی باشگاه که دچار افت قند میشم و تمرین اون روزم به طور کامل از بین میره. برای اینکه بتونم این مشکل رو حل کنم و کنترل بهتری داشته باشم روی قندام، تصمیم گرفتم که از سنسور کاهش مداوم قند استفاده کنم. خب من سنسورم رو نصب کردم. الان نه تنها میتونم قندم رو روی گوشیم ببینم، بلکه میتونم قبل از تمرین روند قندم رو در طول تمرین هم پیش بینی کنم. سنسور یک کالای لوکس نیست. تست هر روزه قند خون یکی از اولین نیازهاییه که هر دیابتی برای ادامه حیاتش احتیاج داره بهش. اما متاسفانه به خاطر قیمت خیلی بالایی که این سنسور داره، ما نمیتونیم به صورت دائم استفاده کنیم از این سنسور. خود من هم به صورت مقطعی زمانی که قندم یه مقدار به هم میریزه از سنسور استفاده میکنم که بتونم تسلط و مدیریت بهتری روی قندم داشته باشم. اما امیدوارم که این امکان فراهم بشه که بتونیم ما دیابتی ها در تمام طول سال از این سنسورها استفاده بکنیم.